2 روز 90 نیروی امنیتی کشته شدند. تأثیر ناگوار خشونت و ناامنی بر زندگی شهروندان افغانستان. بیش از 130,000 تن انسان محل زندگیشان را زیر فشار خشونت و ناامنی ترک کردند. تخمین زده می شود که نزدیک به 250,000 تن در سال 2016 از اثر درگیری ها به جا خواهند شد. شیوع یک نوع بیماری که به پیکر صنعت ماهی پروری کشور آسیب جدی رساند. کم از کم 400,000 ماهی در یک فارم از بین رفته است. به نام خدا سلام بر شما. به مهمترین ها از در یکشنبه شب خوش آمدید. من رؤوف اجمل هستم. کار بخش سوم بند کمال خان به زودی آغاز می شود. رئیس جمهور غنی می گوید افغانستان در حال بدل شدن به یک نقطه صلح جهانی و همکار منطقه‌ای است. به باور آقای غنی مسیر پروژه تاپی به یک شاهراه منطقه بدل خواهد شد. جزئیات این خبر تا لحظات بعد آماده پخش می شود. درگیری‌های پسین در هلمند و بی‌توجهی دولت مرکزی نسبت به این ولایت هلمند را به پرتگاه سقوط کشانده است. معاون والی هلمند در نامه سرگشاده به رئیس جمهور غنی از بی‌توجهی دولت مرکزی و نبود پشتیبانی شکایت کرده و آمدن رئیس جمهور به این ولایت را اشد ضرورت دانسته است. او همچنان گفته که در 2 روز درگیری 90 تن از نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. همزمان ریاست جمهوری تاکید می‌کند که هلمند مورد توجه حکومت قرار دارد و تاکنون چندین نشست مشخص در شورای امنیت ملی درباره هلمند برگزار شده است. زکریای حسنی. این روزها شعله نبرد در هلمند گونه زبانه می‌کشد که به گفته معاون والی هلمند این ولایت به پرتگاه سقوط نزدیک شده است. سنگینی نبرد در هلمند، نرسیدن کمک‌های پشتوانه‌ای از مرکز و بی‌توجهی دولت مرکزی نسبت به این ولایت از دلایل ناامن شدن این ولایت گفته شده است. چنان که معاون والی هلمند در نامه سرگشاده به رئیس جمهور غنی از وی خواسته تا هر چه زودتر برای نجات این ولایت اقدام جدی نموده و به هلمند بیاید. وی در بخشی از نامه سرگشاده‌اش چنین نگاشته است: جناب رئیس جمهور، هلمند به پرتگاه سقوط نزدیک شده است و آمدن شما ارشد ضرورت است. در 2 ولسوالی گرشک و سنگین در 26 و 27 قوس 90 تن از نیروهایمان کشته شدند، اما در این مورد توجه صورت نگرفته است. همزمان در ماه اسد که ولسوالی نوزاد سقوط کرد، 10 جوان به شمول رنجر، سلاح و مهمات ما به دست دشمن افتاد. در اینجا نه به کسی جزا داده شده و نه از کسی پرسان شده. ما درباره سقوط هر ولسوالی از ارگانهای محل گرفته تا شورای امنیت صدای خود را بلند کردیم، اما کسی صدایمان را نشنید. اما سخنگوی والی هلمند و وزارت دفاع ملی آمار تلفات را کمتر از آن چیزی بیان می‌کنند که معاون والی هلمند گفته است. به باور آنها وضعیت در این ولایت آنچنان هم وخیم نیست. داری مخالفین زیاد است، مگر قوای امنیتی افغانستان، قوای امنیتی قهرمان ما و شما با بسیار قهرمانانه دفاع میکنند. اونجا در جنگ هستند، عملیات بسیار جدی دارند. اگرچه معاون والی هلمند در نامه سرگشاده‌اش آمدن رئیس جمهور به هلمند را اشد ضرورت گفته، اما ریاست جمهوری میگوید شورای امنیت ملی به فکر چگونگی وضعیت هلمند است و در چند هفته پسین چندین نشست را برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت برگزار کرده است. شورای امنیت افغانستان که در رأسش رئیس جمهور و در اعضایش تمام رهبری حکومت افغانستان قرار داره، یک بار نه بلکه چندین بار از چند هفته به این طرف نشست‌های مشخصی را در مورد وضعیت هلمند برگزار کرده و رئیس جمهور افغانستان علاوه بر این که از مقام ولایت و مقام‌های ولایت از منابع دیگه خصوصا نهادهای امنیتی افغانستان همواره گزارش دریافت میکنه. نزدیک به 1 هفته است که شدت نبرد در هلمند افزایش یافته است. خیلی ها همانند معاون والی هلمند نگرانند که مبادا نرسیدن کمک و بی‌توجهی نسبت به این ولایت سبب شود تا بار دیگر یک کلان شهر کشور سقوط کند و هلمند نیز به سرنوشت کندوز روبرو شود.
از سوی هم خشونت و ناامنی سبب شده تا در سال جاری میلادی 137,000 شهروند کشور محل زندگی اصلیشان را ترک کنند. بر بنیاد گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد این رقم تا سال آینده بعد 250,000 تن افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که خشونت و ناامنی بیشتر زنان و کودکان را متضرر ساخته و بیش از 7 میلیون انسان در افغانستان نیاز به کمک‌های فوری دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از عماد روستایی. سال هاست که جنگ و خشونت بر روند زندگی مردم افغانستان سایه افکنده است. شماره به خارج از کشور رفتند و شماره هم از محلات زندگیشان بیجا شدند و نیز بسیاری از جمعیت کشور برای پیدا کردن ساحه امن از یک شهر به شهر دیگر مهاجر شدند. در این گزارش بر رویدادهای طبیعی نیز به عنوان عامل دیگر مهاجرت‌های داخلی اشاره شده است. بر اساس یافته‌های ما از جنوری تا ماه سپتامبر سال جاری تخمین زده می شود که نزدیک به 137,000 نفر تنها به دلیل درگیری‌ها بیجا شده‌اند و تخمین زده می شود که نزدیک به 250,000 تن در سال 2016 از اثر درگیری‌ها بیجا خواهند شد. آسیب پذیری بانوان و کودکان از این عوامل سبب شده تا صندوق جمعیت سازمان ملل بیشتر ابراز نگرانی کند و خواستار ارائه خدمات بهتر به این قشر جامعه شود. زنان در افغانستان بیشتر از مردان در خطر و خشونت‌ها قرار دارند. به دلیل ناامنی، کمبود کارمندان زن در نهادها و نبود تسهیلات، بانوان مهاجر با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوان روبرو بودند و نتوانستند به درستی به تسهیلات مثل خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند. وزارت اقتصاد اما با ابراز نگرانی از وضعیت بیجا شدگان در کشور میگوید دولت افغانستان میتواند با استفاده از این گزارش کاری برای مهاجران داخلی انجام دهد. گزارش امروز یکی از او گزارش‌هایی است که ما را قادر میسازد تا ببینیم که در کشور چه میگذره، وضعیت خواهرای ما چه شکل است، وضعیت جوانان به چه صورت است و اگر تصمیم برای کمک گرفته میشه، این گزارش یکی از گزارش‌های بسیار مهم است. صندوق جمعیت سازمان ملل در گزارشش با اشاره بر رویداد اخیر ولایت کندوز میگوید در یک ماه نبرد نزدیک به 900 تن از مردان، بانوان و کودکان کشته و زخمی شدند و بیش از 15,000 خانواده نیز مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. این نهاد با ابراز نگرانی تاکید می‌ورزد که در حال حاضر بیش از 7 میلیون انسان در افغانستان نیاز به کمک‌های فوری دارند. تا کمتر از یک ماه دیگر کمیته گزینش چهره‌های تازه را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به رهبران حکومت وحدت ملی معرفی خواهد کرد. یک عضو کمیته گزینش تاکید دارد که کارشیوه این کمیته در حال نهایی شدن است و فرم‌های درخواست کنندگان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی نیز آماده شده است. ریاست جمهوری میگوید که تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی جریان دارد تا زمینه برای برگزاری لوی جرگه اصلاح قانون اساسی فراهم شود. بشر احمد خاصانی با جزئیات بیشتر. اصلاحات گسترده انتخاباتی که از اساسی ترین مواد موافقتنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی از زمان گیر شده است. بیش از 1 سال و 3 ماه از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، اما هنوز اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به وجود نیامده و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی نیز مشخص نیست. با این همه کمیته گزینش اطمینان می‌دهد که تا یک ماه دیگر چهره‌های تازه برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به رهبران حکومت وحدت ملی معرفی خواهند شد. بر اساس تجربه و کارهایی که ما روش بحث کردیم و یک سنجش خود داشتیم در مورد، ممکن یک ماه کمتر اضافه تر وقت بگیره تا اینکه ما آماده از این شویم که بهترین افراد را بتونیم معرفی کنیم. ریاست جمهوری نیز نسبت به اصلاحات انتخاباتی خوشبین است و تاکید دارد که تلاش‌ها برای انجام اصلاحات بهتر به شدت ادامه دارد. تلاش نهایی ما همی است که چه قسم ما زمینه را مساعد بسازیم تا انتخابات شفاف و آزاد برگزار شود که این خودش پیش زمینه ها است به خاطر برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی افغانستان. کمیته گزینش به زودی فرم‌های درخواست عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را توزیع می‌کند تا کسانی که واجد شرایط باشند برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی مشخص شوند. کمیته گزینش وقتی کامیاب خواهد بود که معیارهای خاصی را که تضمین کننده بی‌طرفی کمیشنرهای آینده باشه، توانایی مسلکیشان باشه، افرادی با تجربه را بتوانند که تعیین بکنند در
کمیسیون آینده. چرا کمیسیون آینده تنها نقشش در تطبیق پروسه نیست، در تطبیق اصلاحات هم است. اگر توانایی مسلکی را نادیده بگیرن و تجربه کاری را نادیده بگیرن، بازم ما شاید یک کمیسیون ضعیف باشیم. پیش از این جامعه جهانی هشدار داده است تا زمانی که اصلاحات گسترده در نهادهای انتخاباتی به وجود نیاید، هزینه انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی ها را پرداخت نخواهند کرد. روند صلح حکومت افغانستان خیلی پیچیده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید به ثمر رسیدن این روند زمانگیر خواهد بود. شورای عالی صلح هم میگوید هنوز زمینه‌های ابتدایی برای اثرگیری این روند فراهم نشده است. قیام نوری گزارش میدهد. جاده طولانی صلح مردم افغانستان. قرار بود گام‌های عملی این روند تا همین هفته ها آغاز شود، اما حالا معاون سخنگوی رئیس جمهوری میگوید روندهای صلح در سراسر جهان طولانی، زمانگیر و پیچیده بوده و روند کنونی صلح افغانستان نیز همین گونه است. بسیار یک روند پیچیده، طولانی و زمانگیر می باشد. افغانستان هم از این امر مستثنا نیست. روند صلح افغانستان قسمی که ما شاهدش هستیم، هر روز موردش گزارش تهیه میکنین، روند پیچیده می باشد. حکومت میگوید نقش پاکستان را برای پیروزی این روند نمیتوان نادیده گرفت. شورای عالی صلح هم میگوید این روند آغاز خواهد شد، اما هنوز زمان و مکان آن روشن نیست. تا هنوز ارکان اساسی گفتگوهای صلح که عبارت باشه از زمان گفتگوها، مکانش و ترکیب هیئت گفتگو کننده و همچنان آجندا و مطالبی که روش مذاکره صورت بگیره تا هنوز روشن نشده. برخی اعضای مجلس نمایندگان میگویند تا هنگامی که حکومت از یک موضوع قوی این مسئله را مطرح نکند، این روند هرگز پیروز نخواهد شد. صلح با عذرگزاری نمیشه. با آدم ضعیف هیچ وقت صادقانه کس عمل نمیکنه. صلح اگر از موضوع قوی برخورد شود، من باور دارم که دستاورد می داشته باشه. انتظار می رود تا چند روز دیگر راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان هم برای اثرگیری گفتگوهای صلح به کابل بیاید، اما هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده است. بحث گفتگوهای صلح در حال مطرح می شود که مقام‌های خارجی و داخلی و آگاهان از یک بهار پر از جنگ و خشونت هشدار می‌دهند. همان گونه که پیشتر اشاره کردیم، کار بخش سوم بند کمال خان به زودی آغاز می شود. رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان در حال بدل شدن به یک نقطه صلح جهانی و همکار منطقه‌ای است. به باور آقای غنی مسیر پروژه تاپی به یک شاهراه منطقه بدل خواهد شد. به این گزارش توجه کنید. حمایت از پروژه تاپی در کاخ ریاست جمهوری. موسیقی، شعر و شعارهای حمایت از این پروژه. رئیس جمهور غنی تاپی را آغاز تحول افغانستان از یک نقطه متضاد به یک نقطه وصل منطقه‌ای میگوید. نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. ټول نړۍ دې دا اجماع ته غوږ کړي. این اجماع اقتصادی چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمدن. دیدگاه اقتصادی مردم ما است که کارهای خرد و ریزه کفایت نمیکنه. دیدگاه مردم ما است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود. رئیس جمهور از افزایش عایدات امسال خوشبین است و نیز تاکید دارد که کار بخش سوم بند کمال خان نیز به زودی آغاز می شود. امروز شورای عالی اقتصادی دایر شد، فیصله سر فیز سوم یا مرحله سوم بند کمال خان اجرا شد، ما تمویلش میکنیم. آقای غنی قرار است به زودی به آذربایجان سفر کند، سفری که هدف آن گسترش همکاری‌های اقتصادی، منطقه‌ای و ایجاد خط آهن میان افغانستان و کشورهای آسیا گفته می شود. آل کار ما سر عزیز که خط آهن بتانیم ایجاد کنیم و سفرهای آینده ما که در این هفته و هفته‌های بعدی خواد باشه، نه تنها بعد از این تمرکز دولتتان و حکومت وحدت ملیتان سر امنیت خواد بود، بلکه سر اقتصاد منطقوی خود.
رئیس جمهور در حال از راه اندازی پروژه های بزرگ منطقه‌ای سخن می‌زند که جنگ در کشور جریان دارد و همه از افزایش خشونت‌ها در بهار آینده هشدار می‌دهد. دست کم 400,000 ماهی در فارم ماهی پروری قرغه از بین رفته است. علت مرگ این ماهی ها شیوع یک نوع بیماری گفته شده است. رئیس مالداری وزارت زراعت و آبیاری میگوید که صنعت ماهی پروری پس از این رویداد به گونه جدی ضربه دیده است و هنوز هم قادر به توزیع چوچه ماهی به فارمداران نیستند. تمیم شهید گزارش می‌دهد. کلانترین فارم پرورش ماهی در شهر کابل، فارمی که سالها پیش هزاران چوچه ماهی از اینجا به فارمداران در سراسر کشور توزیع می شد و صنعت ماهی پروری رشد خوبی داشت. حالا از میان 400,000 ماهی تنها 4,000 آن باقی مانده است. ماهیانی که مسئولان فارم انتظار می کشند سال آینده از آنها نسل گیری کنند، اما به تازگی 400,000 ماهی در این فارم از بین رفته است. مسئولان این فارم هرچند علت این کار را شیوع یک نوع بیماری می گویند، اما احتمال زهرپاشی را نیز رد نمی کنند. حالا اینجا نه توزیع وجود دارد و نه 400,000 ماهی که بخش زیاد آن در اینجا نگهداری می شد. رئیس این فارم نبود تخم اصلاح شده را سبب رکود صنعت ماهی پروری می داند، اما تاکید دارد که سال آینده نسلگیری ماهیان دوباره آغاز خواهد شد. یک تعداد دیگه‌ایش که داخل فارم موجود بود متاسفانه یک مرض ناشناخته که داخل فارم شیوع کرد و یک تعداد ماهی از اثر مریضی از بین رفتن که او مشکل فعلا حل شده و یک 4,000 ماهی که فعلا موجود است ان شاء الله که اینا کدام مشکل خاصی وجود ندارد. اینا فارم است که در یک وقت ظرفیت نگهداری 400,000 چوچه ماهی را در یک زمان دارد، اما حالا تنها 120 ماهی آماده نسلگیری است. این کار سبب شده تا تولید گوشت ماهی در کشور به پایین‌ترین سطح برسد. در یک سال 2,500 تن. یک مرض بسیار خطرناک در این فارم آمد که او سبب شد که یک مقدار زیادی از چوچه ماهی ها و ماهی های کلان ما را تلفات بکنه که ما در قسمت تشخیص امراض از او چی در داخل و چی در خارج در فرانسه مواد روان کردیم تا تشخیص شود. 4 سال پیش یک مسئول ماهی پروری ولایت کاپیسا با انداختن زهر تمامی ماهیان فارم ولایتش را از بین برد. در ننگرهار، کندهار، لغمان و برخی ولایت‌های دیگر صنعت ماهی پروری که بیشترین درآمد را دارد، اما به تازگی وزارت زراعت در نظر دارد که کلانترین فارم ماهی پروری را در نزدیک بند سلما ایجاد کند. وزارت تحصیلات عالی از فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره قانون تحصیلات عالی حمایت می‌کند و آن را به سود استادان دانشگاه‌های کشور می‌داند. وزیر تحصیلات عالی می‌گوید این فرمان رقابت سالم را میان استادان دانشگاه افزایش می‌دهد. وزیر تحصیلات عالی همچنین می‌گوید که بیش از 200,000 فارغ مکتب‌ها را به دلیل نداشتن ظرفیت جذب کرده نمی‌تواند. نصرالدین مسلم. مشکل در قانون تحصیلات عالی نارضایتی دانش آموزان دانشگاه‌های کشور، خرید فروش بورسیه‌های تحصیلی در این وزارت و کیفیت پایین آموزشی در دانشگاه‌های کشور از دلایل فراخوانی این وزیر زن در مجلس سنا گفته می شود. اولا باید مطمئن شویم که امتحانات کنکور است و یا خیر. و آیا اعتصاب استادان این پروسه را خدشه‌دار نخواهد ساخت؟ آیا دولتي پانتونونه به ونه تلسی د بلې خوا څخه موږ په دې د سم خبرو چې ایران الته داسې په جاري اسنادونو دکتوري خلکو تورکي ماستري خلکو تورکي چې هغه اسد د یو لیسانس سویه نه لري د پاکستان څخه په عین شکل باندې موږ ته دغه دسیسه جوړه شوې ده. اخیراً صدها استاد دانشگاه به دلیل مشکلات در قانون تحصیلات عالی تحسن کرده بودند، اما چند روز می شود که این استادان با گذاشتن شرایط دست از تحسن برداشتند. برخی پرسش‌های جدی سناتوران از وزیر تحصیلات عالی در همین مورد است، اما او یک بار دیگر از قانون تازه تحصیلات عالی دفاع می کند. زمینه‌های ماستری را در داخل و بیرون از کشور امروز برشان مهیاست و ما کوشش میکنیم که اینا را ظرفیت سازی بکنیم و همین که یک قید بر از اینا وضع میشه، ما یقین دارم که این قید باعث میشه که اینا خود تلاش بکنن که بعد از اینکه به سطح عالی از پانتون فارغ میشن برن و ماستری هم بگیرن.
اما برخی از استادان که تحصیل کرده بودند امروز به شورای ملی آمده اند و از گفته های وزیر تحصیلات عالی انتقاد میکنند. استادا در یک اجماع عمومی فیصله خواهند کرد. اگر به صورت عاجل به خواستهای مشروع و قانونیشان رسیدگی صورت نگیره، فیصله خواهند کرد که پروسه کنکور که یک پروسه ملی است، ایرا تحریم خواهد کرد. استادایی را که خلاف قانون نگاه میکنه برای 1 سال، به اساس کدام قانون نگاه میکنه؟ و یا ای که شما فکر بکنید در ظرف 10 سال 12 سال بسیار کم استادا تقاعد شده و برای استادا مدت 5 سال و 10 سال تمدید وظیفه شده. این امکان داره که 10 سال تقاعد نکرده باشه و بالاخره 140 نفر در مدت 10 سال از تمام پانتونای افغانستان تقاعد کنه. اما این همه گفته ها همزمان است با نزدیک شدن آزمون کنکور در کشور. دست کم 350,000 دانش آموز در آزمون کنکور امسال اشتراک میکنند. از این میان وزارت تحصیلات عالی تنها 118,000 تن آنان را به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب میکند. ما خیلی جدی هستیم و هرگاه خدای نخواسته مواردی از خرید و فروش در وزارت تحصیلات عالی به سهم شما رسیده باشه، ما آرزوی ما است که لطفاً اسناد ارائه کنین که ما به زودترین فرصت جلوی چنین خودسری ها را حاضر هستیم که بگیریم. قانون تحصیلات عالی از 8 ماه به این سو به دلیل اختلافات جدی میان اعضای شورای ملی به تصویب نرسید، اما رئیس جمهور در فرمان تقنینی آن را نافذ ساخت، چیزی که واکنش بسیاری آموزگاران را به همراه شد و در برخی دانشگاه ها حتی آزمون پایانی سمستر به تأخیر افتاد. به این ترتیب می‌رسیم به پایان مهمترین ها از یک. سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.